در جامعه سنتی ما معمول بود که نگاهوبینی کودک خردسال اساساً بر دوش مادر است، اما در زمان معاصر پدران نیز میتوانند و باید فعالانه اشتراک نمایند. کودکی که از آوان نوزاده محبت و توجه نه تنها مادر بلکه پدران نیز احساس میکند، حسی بی‌خطری و اعتماد زیاد پیدا میکند. پدر میتواند از روزهای اولی حیات کودک کارهای عادی را به ذمه گیرد. مثلا پدر میتواند شامگاهان کودک را آبازی داراند. این لحظه خوبی پیوندسازی بین آنها می شود. حتی یک عمل ساده چون عوض کردن پامپرس طفل از جانب پدر میتواند محبت و غمخوری او را بیان سازد. در کشورهای اروپا و امریکا سالهای اخیر پدران خیلی فعال شدند. کودک را به باغچه برده می آورند. عروبه یعنی کلیاسکای کودک را در کوچه می گردانند. در بعضی دولت‌ها برای پدران حتی رخصتی مخصوصی کودکداری می دهند تا آنها نیز در مدت ماه‌های اول طفل در خانه کمک کنند. در تاجیکستان هنوز چنین امکانات‌های کاری کم باشند هم خودی محیط اولیوی را می توان تغییر داد. اگر شما پدر هستید کوشش کنید که با کودک خردسال خود وقتی با صفت گذرانید. با او بازی کنید، کتابچه خوانید، سیر و گشت برید. در اولیه‌های معاصر تاجیکی این تغییرات هست واقعی دارد. کودک می‌داند که هم مادر و هم پدر سرچشمه مهر و پشتیبانی هستند. آیا شما یا همسرتان اگر مادر باشید چگونه مسئولیت‌های نگاهوبینی کودک را به ذمه پدر می‌گذارید؟ پدر کودک شما در کدام کارها بیشتر فعال است؟ شرح خود را در کامنت به ما ارسال نمایید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین D برای مستحکم کردن استخوان‌ها و موشک‌ها کمک کرده و نیرو می‌آورد.